دادن به اوضاع داخلی، صلح با عثمانی و حمله به ازبکان برای بیرون راندن آنها از شرق ایران. ببینید در واقع شاه عباس متوجه این نکته شده بود که توان جنگیدن با در دو جبهه رو نداره، یعنی هم با عثمانی در غرب و هم با ازبکان در شرق. برای مدتی با عثمانی ها صلح میکنه و در واقع ازبکان رو از ایران بیرون میکنه و شکست سختی به اونها تحمیل میکنه. شکست دادن نیروی عثمانی در آذربایجان و آزاد کردن مناطق اشغال شده. حالا بعد از اینکه ازبکان رو از خراسان بیرون میکنه، میاد دوباره به عثمانی ها حمله میکنه و عثمانی ها که سالها بود در ایران و مناطق شمال غربی ایران و غرب ایران رو در تصرف خودشون داشتن، مناطق تصرف شده رو آزاد میکنه. ضمیمه کردن عراق و عتبات عالیات به خاک ایران، بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس. من یک نکته ای رو هم در مورد پرتغالی ها بگم. شاید اگر کشورهای استعمارگر ما بخوایم اسمشون رو ببریم میگیم انگلیس، فرانسه یا خیلی از کشورهای دیگه، اما جز اولین کشورهای استعمارگر در دنیا پرتغالی ها و اسپانیایی ها بودن که سالهای سال پرتغالی ها در سواحل خلیج فارس حضور داشتن و شاه عباس اونها رو از خلیج فارس بیرون کرد. حالا با چه سیاستی؟ سپاه صفوی فاقد نیروی دریایی بود، اما با کمک کشتی‌های انگلیسی توانستند سواحل و جزایر ایرانی را در خلیج فارس که بیش از یک قرن در اشغال پرتغالی‌ها بود را آزاد کنند. در واقع سواحل و جزایر، بعضی از سواحل و جزایر خلیج فارس در اشغال پرتغالی‌ها بوده. سپاه ایران هیچ در واقع نیروی دریایی قدرتمند، یا میشه گفت اصلا نیروی دریایی نداشته، اما شاه عباس و سپاه صفوی با کمک نیروی دریایی انگلستان یا بریتانیای کبیر میان و پرتغالی ها رو از جزایر و سواحل خلیج فارس بیرون میکنند. دوره حکومت شاه عباس بزرگ 42 سال به طول انجامید که یکی از دوران باشکوه ایران معاصر و میشه گفت تاریخ ایران هستش. اما عصر شکوفایی و اقتدار صفویان با اقدامات خردمندانه و بهره‌گیری از مشاوران آگاه، شاه عباس ایران را به یکی از کانونهای سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل کرد. پس عصر شکوفایی و اقتدار صفویان در کدوم دوره بوده؟ در عصر شاه عباس. شاه عباس با اتخاذ چه تصمیم‌هایی ایران را به یکی از کانونهای بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل کرد؟ اقدامات خردمندانه و بهره‌گیری از مشاوران آگاه. این هم در واقع تصاویری از شهر اصفهان هستش که در زمان صفویان و علل خصوص در زمان شاه عباس بنا شدند. اما بعد از شاه عباس چه بر سر حکومت صفویان اومد؟ ببینید دوران قدرت و شکوه حکومت صفوی با مرگ شاه عباس به پایان رسید. اما ما گفتیم شاه اسماعیل حکومت صفوی رو تأسیس کرد، شاه طهماسب حکومت صفوی رو تثبیت کرد و شاه عباس حکومت صفوی رو قدرتمند کرد و بعد از شاه عباس تقریبا هیچ پادشاه قدرتمندی بر ایران در زمان صفویان حکومت نکرد. شاه صفی نوه و جانشین شاه عباس اول که از تعادل روحی و سلامت عقل بهره کافی نداشت. شاه صفی دستور به قتل سردار با کفایتی مانند امام قلی خان حاکم فارس را داد. پس چه کسی دستور قتل امام قلی خان را داد؟ شاه صفی. امام قلی خان حاکم کجا بود؟ حاکم فارس. اما جدایی قندهار در زمان شاه صفی و توسط گورکانیان هند، قندهار از ایران جدا شد. جانشین شاه صفی شاه عباس دوم پسر و جانشین شاه صفی، یعنی شاه عباس دوم جانشین شاه صفی شد. شاه عباس دوم چگونه پادشاهی بود؟ گرچه نسبت به پدر شجاعت و